دقیقه 10 بود. من الان نظرات کارشناسا رو خوندم. بازیکن حریف شهاب رو بغل کرده بود، آرمین بود فکر کنم، سهرابیان بغل کرده بود. بعد میگن توجیهشون اینه که سر خورده. خب سر خورده بی احتیاطیه. بعد تو اون سر خوردن کمر شهابزادی رو گرفته. خب وقتی سر خورده با استفاده از گرفتن بازیکن مانعی شده که هر بازیکن ما به سمت توپ حرکت کنه و توپ هم تو جریان بازی بود. خب پنالتیه. حتما که نباید جفا بیاره رو بازیکن ما بگن که مثلا پنالتیه. این خوردن بخشی از بازی، جزئی از بازی بی‌احتیاطیه و این تقصیر ما نیست که اون سرخ. یه باور به ضرر شاه بود. اون صحنه بود که امید حامدی فر نیمه دوم یه کارت زرد داشت، با کف پا رفت رو پای بازیکن شما شهاب زاهدی فکر می‌کنم. این فکر می‌کنم بحث برانگیز این صحنه. اصلا صحنه خیلی محرز بود. اصلا من میگم اصلا کارت قرمز نره، حداقلش یه کارت زرد داشت که کارت خب زرد کارت دومش زرد دو رو یا خب که وی آر نمیتونست دخالت کنه. اگه خود آقای بنیادی فر کارت زرد دو رو میداد که اخراج، وی آر فقط در زمانی که مثلا قرمز مستقیم باشه میتونه دخالت کنه دیگه. خود داور باید اینقدر مسلط به بازی باشه، چون نزدیک توپ بود. اصلا صحنه‌ای بود که همه دیدن به جز آقای بنیادی فر. همه دیدن اون صحنه رو که خطای خیلی شدیدی رو ساق پا، دیگه از این واضح‌تر ما نداریم که. نتیجه ما اینه که این داورای عراقی خیلی ضعیف بودن و در حد این بازی نبودن. صحنه‌های وی ای آر صحنه‌هایی که شما باید چک کنی قشنگ. داورای عراقی چجوری رفتن آموزش دیدن. اصلا هر داور دیگه ای باشه آموزش هم ندیده باشه اینا رو بلده. من یعنی آخر بازی، حالا اون صحنه آخر بازی که گفتی حالا به نظر تنها پنالتی نبود و اینا، حالا بحث می‌کنیم راجع بهش، ولی تو رفتی سمت فرشاد فرجی، معلوم بودش میگه چی بود آخه این تک زد. فکر کنم در مورد نعمتی میگفتی بود واسه چی اصلا تک زد، یا همچین چیزی به نظر میاد گفتی که خود علی نعمتی هم اشتباه کرد. تو اصلا تو خطرناکی نبوده، تو به دوش آرش رضاوند میبرد بیرون، اصلا خطرناک نبود. دقیقا همینو گفتم آخه برای چی وقتی یه صحنه ویار قبلش هم رد کرده پنالتی رو، بالاخره همه حساسن که یه صحنه جدید اتفاق بیفته و هم دوست دارن دربی مساوی تموم بشه. نه کباب. اینجا خودمونم نباید بی احتیاطی میکردیم، خودمونم باید مراقب بودیم. ولی این بازیکن ما علی نعمتی برای توپ رفت، اصلا نه به پای حریف خورد نه اتفاقی افتاد. شما صحنه رو نگاه کن، هنوز تکله رو نزده، آرش رضا خودش انداخته رو پای علی نعمتی. خطا اصلا نبود. داوره عراقی متاسفانه سلیقه‌ای اینجا عمل کردن یا چی بوده جریان من نمیدونم. اینا باید بیان توضیح. یعنی منم نمیشه یقهشون رو بگیرم. دیگه رفتن اصلا نه تنها پرواز کردن، وی ای آر هم باشون رفت. حالا در مورد داوری بگذاریم از